و از سمت مسلمان‌ها به نام الله میخوام تو رو به بند بکشم که ما میگیم اگه میتونی بیا. اینجا ما ارتشمون رو رایز میکنیم، اینا خب چند به چندیم، اینجا 3290 تا، ما 1716 تا. ببینیم کی میبره. آقا ما اینجا منتظرتیم توی تبرستان. درود رفقا، خیلی خیلی خوش اومدید به پارت سوم سری ویدیو خیزش ساسانیان گیم کروسیدر کینگ 3. خیلی خوشحالم امروز هم این ویدیو رو تماشا میکنید. خب دوستان، توی پارت قبلی همون جور که دیدید، اگرم ندیدید حتما برید ببینید، ما تونستیم از حالا زیر سلطه لیژ خودمون بیرون بیایم و گیلان و زنجان هم تونستیم تصاحب کنیم و دین زرتشتی اینجا پایه گذاشتیم. تمامی این دامین ها زرتشتی شدن و کالچرشون هم دیلمی شده. الان هدف بعدیمون اینه که بتونیم تایتل خودمون رو به پادشاهی برسونیم و کینگدام آف دیلم رو اینجا دوباره به وجود بیاریم این قسمت رو، و نیاز داریم که 7 تا دومین رو بگیریم که الان 5 تا داریم و 500 تا پول و 2 تا تایتل داچی. الان ما یه دونه تایتل داچی داریم این قسمت، اینم باید حالا به زودی کریت بکنیم. خب پس گیمو استارت میزنم، میذاره به اوضاع خانواده نگاه بکنیم. این چیه این ایونتی که الان داریم؟ میگه که آره، میگه میخواد چیز بسازه، یه دونه تمپل بسازه، پول نیاز داره. آره اینو ما میگیم اوکی، تمپل رو میسازیم. و اینجا یه نگاه اگه بکنیم، ولیعهدمون اینا دوباره دارن به هم دیگه شک میکنن. آقا ما دیگه اگه شک هم بوده دیگه برطرف شده فکر کنم. این بچه‌ای که از اول سر ویدیو با اونن 4-5 بار این ایونت برام اومده. خب چی شده؟ میگه domination leadership my son and higher Shrevin has been hovering around my console meeting lately no interest on matters of leadership I cannot help. میگه پسرمون اومده میگه میخوام آقا من یه ایمپکتی داشته باشم، میخوام برم یه قسمتی و حالا کنترلش رو زیاد بکنم و یه مقدار مثلا میخوام مانور بدم به عنوان فرمانده. خب میگیم آقا اوکیه، مثلا مشکلی نداره. خلاصش کردم ایونتو و الان این شروین که ولیعهدمونه، شروین رستمزاده ساسانی، اینم که ایران دخته که دادیمش به این توی پارت قبلی که بتونیم خورده ازش سرباز بگیریم، اینجا بتونیم متحد کنیم. اینم که پسر دوممونه که زنجان رو دادیم بهش. پسر سوممون شاپور که بلا تکلیف یه دونه همسر براش پیدا بکنیم. کالچر ایرانین کی براش پیدا کنیم؟ افغان. با این اگه چیزش کنیم، با اینم متحد میشیم. نه این به درد نمیخوره، خودش خیلی تو جنگه، بعد ما رو میکشونه تو جنگاش. فعلا گزینه مناسبی نیست، فعلا هیچی باش کسی انتخاب نمیکنیم. یه 2 تا دختر دیگه هم داریم، اینم که پسر آخریمون هورمه است و تایتلمون در چه حاله. خب 4 تا تایتل به شروین میرسه، یه دونه تایتل گیلان به شاپور میرسه. آره تایتل گیلان، آره گیلان به شاپور میرسه. مشکلی نداره، اشکال نداره. خب اولین کار که میتونیم بکنیم ببینیم میتونم من به این حمله کنم، چون توی تایتل کینگ آف دیلم این قسمت ها جزو خاک این پادشاهیه، پس من این قسمت ها رو بگیرم. 5 بعد 2 تا قسمت دیگه از این تایتل بتونم بگیرم، بتونم تایتل رو بسازم. ببینم سفاریان اینجا دارن چیکار میکنن. یعقوبلیس داره میتازونه فعلا و سنش داره میره بالا، آخراشه. ولی خب خیلی خوب اینجا تونسته بگیره اینا رو. خب اینا میتونم به تو حمله کنم. آره این اصلا خیلی ضعیف نسبت به ما. خب هولیوار بهش بدم یا کانکر بهش بدم؟ هولیوار برای کانکر 43 تا پرستیژ میخواد، هولیوار 58 تا. خب بیشتره. یه کانتی ازت میگیرم. کجا رو بگیریم؟
مرقان، اردبیل، تالش. چرا میگه اینجا فکر کنم بهتر باشه. آره همینجا رو میریم براش. رایز آرمی اینجا نکنم بتونه بیاد خیلی کار خاصی پیش ببره. کلا 813 تا سرباز داره، ما راحت اینجا رو میگیریم. داره به اون حمله میکنه. خب اونجوری که انتظارش میرفت هیچ کاری نتونست بکنه و توی این جنگ 108 تا پرستیژ و 52 تا امتیاز دینی به دست آوردیم. دوستان وقتی توی بتلاتون امتیاز دینی به دست میارین، بسته به اینه که دینی که دارین باش میجنگین، یعنی دین دشمنایی که دارین باش میجنگین براتون اویل باشه که میبینید we consider them evil. دینشون اگه اویل باشه بهتون امتیاز دینی هم میده جدا از پرستیژی که توی جنگا بهتون میده. خب این دوباره اومد حمله کنه. خب هیچ شانسی نداری تو. خب اینجا رو خیلی راحت ما گرفتیم. خب اینجا رو مرغا رو میخوام بدم به این پسر که ببینم از تایتل تو دست میکشی. خب آره چیزش از سهمش دست کشید، ولی خب پسر آخرمونم باز یه دونه تایتل چیز میخواد که مشکل نداره، اونم یه تیکه دیگرش میگیریم، تیکه هم میدیم به اون. خب این میگه اینو آزاد کن، 30 تا پول بهت میدم. خب قبول میکنیم. اینم که میگه اینم آزاد کن دوباره پول بهت میدم. خب قبول میکنیم. اینم همونه. چند تا زندانی دیگه دارم؟ 5 تا زندانی دیگه دارم. خب این کیه؟ این چرا زندانی شده؟ این دینش هم زرتشتیه. اینو ریکروت میکنم شاید به خاطر ادویکیشن تریتی که داره، لرنینگش خورده بالا، شاید بعداً بتونیم به عنوان طبیب ازش استفاده کنیم. خب تو چی کاری؟ نه پاور صفره، به عنوان سنش بالاست، به عنوان نایت نمیتونیم استفاده کنیم. پولم که نمیده، دینشو تغییر میدیم، آزادش میکنیم. اینم به عنوان نایت میشه استفاده که هم دینشو تغییر میکنیم، هم دینشو تغییر میدیم، هم به عنوان نایت میذاریم توی ارتشمون. اینم خب چیزه اصلا یه پاش قطعه، دینشو فقط تغییر میدیم، پول نمیدی تو هم دینتو فقط تغییر میدیم، استفاده بر اون ندارن بقیه‌شون. خب اوکی میگه که مارشال اون پسر اون میگه بیا I don't know something mentioning improves reach my soldier in the field my final test. میگه تست چیز داریم، حالا میگم اوکیه تستش کنه توی جنگ. یه سری توانای نظامی هم دیگر رو میخوان تست کنن، یه سری زنجیره ایونت هاست مربوط به مارتیاله که اوکیه. میریم جلو. این قسمت رو الان میخوام برم جلو. خیلی خوب یه قسمت دیگه بعد از این بگیریم یا اینجا رو بگیریم. اینا چیزا، اینا ارمنی هن، دینشون هم یه دین مسیحیه، ولی خب فرقش فرق میکنه انگار. ببینم خیلی قدرت خاصی نداره، تو درگیر شورش هم هست. اینا شورش کردن. بذار ببینم جز چیز هستی، جز خاکم هستی یه ذره. میتونم تبریز رو ازش بگیرم. تبریز رو میتونم بگیرم ازش. تبریز رو میگیریم. خب اینجا دوباره رایز آرمیمون رو رایز میدیم و خب این داره اینجا رو میگیره. این چون خودش اینا شورش کردن، ما اگه بتونیم شورشی ها رو شکست بدیم اینجا رو میتونیم بگیریم، ولی خب یه خورده تعدادشون زیاده، بعید بدونم خیلی کار عاقلانه باشه حمله کردن به اینا. فعلا میذاریم بمونن، میذاریم کار خودشونو کنن. آره حمله کردن به اینا. مثلا اینجا هم تو داره حمله میکنن به اینا، من بگیرم. خب اینم دوباره یه خیلی خوب قسمت که ما گرفتیم، ولی فکر کنم چون این شورشی ها اینجا رو میخوان کنن، تبریز رو میخوان، تو تبریز شورش کردن. خب بذار ببینم. موبدمون فوت شد، میتونیم یه موبد دیگه انتخاب بکنیم. خب این فکر کنم همه بهتر باشه. آره همینو میذاریم. خب خب اینم میذارم. خب اصلا شورش هم خودش خوابید. خب چی شده الان یه دونه دومین بهمون رسیده، تبریز. خب تبریز رو که قرار شد بدیم به این پسر کوچیکمون.
دیگه همین بود دیگه. آره تبریز رو بهش میدیم و دیگه فکر کنم همه تایتلا میرسه به بابا. این هم الان میگه من یه تیکه دیگه هم میخوام و بی خیال اشکال نداره، دوباره یه تیکه دیگه جدا میکنیم میدیم به این. خب اینجا من بتونم یه تایتل داچی دیگه اگه بسازم اینجا. آره یه تایتل داچی دیگه هم میتونیم اینجا بسازیم. خب این چیه؟ گیلانیا دارن شورش میکنن. چرا؟ دیلمیه پاپولار اپینیون چیفین کنترلش داره میاد پایین. من بابت چیه شورششون اینجا؟ چیکار از شورشن بکنن کار خاصی نمیتونن انجام بدن. خب your powerful vassal expect to نه نیازی نیست. خب یه ذره اینجا دربارمون چیز شده. پوزیشن های دربارمون. خب یه فیزیسین استخدام بکنیم. خب که بذاریم این پوینت لرنینگش همه بهتره. اینو میذاریم. یه کاروان مستر هم میذارم. همه که اوضاعشون خراب. دخترمون به اون کاروان مستر اشکال نداره میذاریمش. خب این هم از این. خب یه مارشال پاور یه مارشال پوینت دیگه گرفتیم. این هم میذاریم. خب جای دیگه ای که خب این این تریت لاجستیکیان رو گرفتیم. خورده لاجستیکیمون رو تقویت میکنه. او مریض شد. چه بیماریه؟ کاف یه بیمار تنفسی باشه. اوکی بیمار تنفسی زنمون گرفت. فکر نکنم جونی به در ببره. اهمینه اینا شورش کردن. اینا اشکال نداره نکنم کار خاصی بتونن انجام بدن چون اونجا ما خیلی ادوانتیجمون زیاده. او خوب شد. خب عالیه. خب دوستان ادوانتیجمون اینجا که قبلا اهمیت ادوانتیج رو توضیح داده بودم. خیلی ادوانتیج زیادی داره. اینا اصلا هیچ کاری نمیتونن بکنن اینجا. چی شد؟ وای تو جنگ پامون قطع شد. قطع عضو شدیم. خب اینجا هم اومد dying your death at doorstep یعنی مرگ جلو چشماته. خب دوستان این فکر کنم پایان دستش قطع شده. یعنی دستش قطع شد توی جنگ. دوستان فکر کنم پایان رستم باشه و آره تمامی تایتل ها میرسه به شروین و امیدوارم که زنده بمونه رستم. ولی خب فکر کنم پایانش باشه. خب چون که یه دستمون قطع شده خیلی از پوینت های دیپلماسی اسکیل مارتل اسکیل اصلا خیلی افکت منفی داره. خب اینم که همون ایونتیه که پارت قبل براتون توضیح دادم. خب اینم که اینو میذاریم. خب زنده موند مثل که حالا اون قطع شدن دستش خیلی مشکل خاصی براش ایجاد نکرد. آفرین این از خون ساسانی. اینه واقعا ایرانی اصیل. خب گرگانی ها اینجا چی شده؟ اینجا جدا شدن از اینا. همون چیزی که میخواستم. خب این میگه که این اومده گفته که آقا یه دونه اینو بیار توی دربار ازش میتونی استفاده کنی از توانایی هاش. مثلا اگه دیکلاین کنیم 150 تا پرستیژ بهمون میده. ولی خب این از اون ناراحت میشه و همینطور اینو میخواد بفرسته اینجا که یه ذره نفوذ بگیره. خب من دیکلاین میکنم. خب گرگانی شهر ری قزوین و اینجاها اینا خود مختاری خودشون اعلام کردن. از اینا امیر محمد و خب این خیلی الان تایم خوبیه که ما بتونیم اینجا بگیریم. اینجا جزو شهدم آف دیلمه یعنی همون داچی که ما داشتیم و اینجا
اصلا حق داریم که آقا اینجا اصلا مال ماست، میتونیم بگیریم. و اینجا هم که میتونیم هولیوار بدیم باز قزوین، و اینجا هم که باز همون چیز کانکور معمولیه که 55 تا پرستیژ ازمون کم میکنه. خب اینجا گرگان این قسمت رو میتونیم بگیریم. خب بریم تو کارش. ذره ارتش هم دور رایز میکنم که تایم داشته باشن خودشون آماده کنن. این دوباره اینا با هم شک کردن، با ولمون کن. خب این داره، ها تو داری میری این ور، حتما که گرفتیش، منم بهت اجازه دادم. خب اینجا میتونیم بگیریمشون؟ نه، زودتر از ما فرار میکنن کوهستانه دماوند. خب اینجا یه جا میگیرمش، از درگیری مستقیم با ما فرار میکنه، ولی خب هم دوماش اینجا تو کوه، آخر توی کوه افتادیم جلو هم. من ادوانتیجام زیاده، 40 تا ادوانتیج دارم، این 30 تا کاماندر ادوانتیجشه، ولی خب چون اون داره توی به قول گفتن توی مانتین دیفند میکنه یه خورده ادوانتیج با اونه، ولی خب تعداد سربازای ما زیادتره. خب اینجا ویکتوری دادیم، این قسمت رو میگیریم اینجا. خب اومده اینجا رو محاصره کرده پای تختمون رو. خب کار نمیتونه از پیش ببره چون چیز نداره، سیج ویپن نداره، ولی خب ما داریم، اینجا رو گرفتیم. و علاوه بر این که خب اینجا چیه؟ علموت، قلعه علموت. بچه ها اگه اساسنز کرید رو دیده باشید، قلعه علموت اینجاست و حسن صباح اینجا قبلا استفاده میکرده. و خب اینجا ما میریم دوباره اینو میگیریم. اینجا دوباره رفت تو کوین کوهستانا، یه خورده تلفات زیاد میدیم، ارزش نداره بخوایم بگیریمش. خب اینجا من فعلا پوینت هامو میگیرم. و اینجا هم دوباره اون موبده فوت شده، یک دیگر میذارم، پسرمون رو نمیتونم بذارم، اینو میذارم به جاش. خب پایتختشو من میگیرم دیگه، این که نمیتونه اینجا رو بگیره. که نمیتونی اینجا رو بگیری، چرا تلاش میکنی؟ خب اینجا هم که گرفتیم. و خب یه دونه تایتل هم میخوام به این بدم، دوباره قزوین رو میدم به این یکی. خب اینجا هم استوارت، خب تو رو میذاریم. خب دوستان اینی که من ایونت هایی که میاد و توضیح نمیدم تا این ویدیو خیلی طولانی میشه، ایونت ها خیلی طولانی و وقیره، فقط بعضی مهماش و خلاصه هاشو میگم. خب اینا ایونتیه، میگه I'm drawn near fire temple to pay clubs worship they based at Hurmas of good future has been sometimes science and quality for prayer friction should have. میگه اومدم پیش آتش مقدس و میخوام خورده دعا کنم، ببینم در آینده میخوام مثلا چیکار کنم فلان. ولی خب از اونجایی که میگم این ترید کینیال رو ما داشتیم، یه خورده مثلا خودشو بیشتر از دین و همه چی میدونه، پس این آپشن برای اون بازه. 18 تا استرس از اون کم میکنه، 75 تا پرستیژ. میگه که من خیلی دعا کردن نیستم و دوست ندارم دعا کردن مزاحم آرامشم بشه، اینو مثلا میتونیم بزنیم. حالا باز چون شخصیت کاراکترمون اینطوریه. خب این پسر به دنیا نیورد، شروین 41 سالشه، پسردار نشده، خیلی بده. خب ما بعدن جانشین نداریم، بعد که رفتیم با شروین بازی کردیم جانشین نداریم، فقط اینجا 2 تا دختر داره. خب اینجا من دیگه هرچی پسر داریم و چیز میکنیم، من اینو دختر براش پیدا بکنیم. این 16 سال افغان رو میدیم بهش، باز مثلا خوبه دیگه. و یه دخترم داریم، اینو به کی بدیم؟ میخوام یه شخصی ایرانی، کالچرش ایرانی باشه، رولر هم نباشه، نات رولر. خب میشه دیلمی هم اگه باشه. خب میتونیم با موبدمون که 31 سالشه به ازدواج موبدمون درش بیاریم.
کارم میتونیم انجام بدیم. 31 سال زیاده، میخوام یکی باش سنش خورده، خوشم 27 سالشه، ولش کن، به همین میدیم. خب مارسیال مریج اگه اینجا ما بزنیم، تمام بچه‌ای که به دنیا میان توی خاندان ساسانی دیگه فعالیت میکنن، جز خاندان ساسانی محسوب میشن. ولی اگه مثلا ما وقتی دخترمون رو مثلا داریم به ازدواج یه نفر در میاریم، اینو نزنیم دیگه، فرزنده که به دنیا میان جزو مثلا تبار اون پدرشون محسوب میشن که میره تو زیر دینستی اینا، که ما اینو میزنیم که بیان جزو ساسانیان. خب اینا هم که ازدواج کردن، این پسر آخرمونه، اینم که براش انتخاب کردیم. پسر آخرم 14 سالش، فعلا زوده برات، ولی خب اینجا مریضم شده. یه دامین لیمیت خوردیم اینجا، چون یه ذره از پوینت استوارشیپمون کم شد، از اسکیل استوارشیپمون کم شد، یه دونه دامین لیمیتمون کم شد به همون موازات و یه خورده داره افکت منفی میندازه. میخوام اینجا رو بعد بدیم به یکی، حقیقتشو بخواید میدم به، بذار ببینم اینجا ساکسیشن به چه صورت میدیم، به پسر این یکی، آره میدیم به این، شاید ترتیب سهم بزرگتره. خب میدیم به همین دیگه، 3 که اینجا افکت بد نیفته روی این دامینای خودمون. استوارد، خب اینم یه دونه استوارد دیگه، خب تو رو میذاریم، میتونه خوب باشه. خب ببینیم میتونیم الان اینو 500 تا پول میخوایم، 100 تا پول به دست بیاریم، میتونیم خودمون رو شاه تبرستان اعلام بکنیم. و خب اینجا رو اینا رو کلا تموم کنم، ببینم هنوز ما چیز داریم، پیس داریم با اینا. آره یه 3 سال دیگه تروس داریم. اینا چی؟ نه اینا تروسمون تموم شده. اینجا آخر اینجا رو میگیرم ازش. اینجا 2 تاست، تالشه و اردبیل رو فعلا میگیریم. نمیتونیم آستراگن، اشکال نداره، با این چیز میکنیم، با این اولیوار بهش میدیم. اینجا هم میگیریم و خب استارت وار، رایز آل آرمی، اینجا رو هم بگیریم و خب 12 ما تو 300 تا سرباز بیشتر نداره، اشکال نداره، اینجا رو میگیریم. اردبیل یه خورده سخت انگاری گرفتنش. خب دوره کی مرد؟ کنسلرمون مرد. خب اینم تو رو میذاریم، اسکیل دمه بیشتره. خب اینم از اینجا، داری اینجا رو میگیری، چه غلطا. خب اینم از اینم بزنیم و ازش داره، نه دیگه ولش کن. اینجا ما در صورت پیروز شدیم. دیسبند. خیلی خوب، اردبیل رو به کی بدیم؟ به این پسر آخری. اردبیل هم این قسمت میدیم. خب اینجا چی شده؟ اینجا فکر کنم با هم دارن میجنگن. آره این دوتا، این پسر اولمون با پسر دوممون با پسر سوممون داره میجنگه سر سنجان. خب اینم ما این تریتر هم گرفتیم، این تریتر خیلی خوبیه. خب اینم همون ایونت هست که میگه آقا یه فاحشه مثلا بهت بدم، اینجا داشته باش، که ما نمیگیم، میگیم نه. دوستان تو نمیره خیلی دیگه خیلی گنگش رفته بالا. خب snake in the court, scheme failed. I'm heading off my chambers, I'm enjoying some lessons. I hear faint just from window, just a wind. I think you think start to speak. Open up my rose, it's Hurmaz. Push the shutters open and I was climbing on window, it's my son. اینجا مثلا اتفاق افتاده بوده. Character close. این میخواسته your son. این مثلا که اومده مثلا این خواهرش، نه این اومده، این پسرمون اومده این نوامون رو میخواسته اینو اذیت کنه، گروگان بگیره، چیکار کنه، که حالا ما اونجا سر رسیدیم و فهمیدیم چیز خاصی نیست، یه ذره رابطمون با این پسرمون بد میشه. خب یه دونه
دینستی پوینت داریم که میخوام از گلوری شروع کنم، چون برای فرمانروایی مثلا دامینای بزرگ خیلی بهتره کلا این قسمت. اینجا هم این دو من همیشه وارفیر رو میرم جلو، گلوری با هم دیگه میرم جلو. خب هدف بعدیمون اینه که تایتل پادشاهی دیلم رو دوره از اون خودمون کنیم، تاج پادشاهی تبرستان رو روی سر بذاریم. و خب این میگه که این میتونه جوینمون بشه. بذار ببینم تریتاش چیه. خیلی کامندر خوبیه، دینش هم حالا چیزه، کالچرش دیلمیه، دینش هم که زرتشتیه. میگه که میگم اوکی باشه بیاد یه خورده، چون اسوارمون یه خورده کم شدن، چون جنگ زیاد داشتیم یه خورده میگم کم شدن، 9 تا از 12 تا. اینا دوباره هنوز هم شک میکنن بعد این همه سال. خب اینوایت اسوار میزنیم یه چند تا بگیریم، چون بعد اسوارایی که داریم همون نایتامون یه خورده سناشون بالاست. کی اومد؟ یه نفر اومد. این اومد میگه با 30 تا میام جزء ارتشت میشم. خب خوبه. دیلمی دینش هم که زرتوش سالیه. خب این میگه که بیا با هم علای بزنیم. 100% که من با تازیان علای نمیزنم. من نمیزنم 100%. دیکلاین. خب از اینجا بچه داریم کم کم شروع میکنیم. میخوام این قسمت ها اینجا حالا کینگدام های پراکنده رو دونه دونه بگیرم و برم جلو. اینجا رو فکر کنم بچه ها آها این چی شده؟ دخترمون نوه‌دار شدیم. این دخترمون فرزندش به دنیا آمده. خب اینجا چی شد؟ اینجا این دو نفر داشتن هم میجنگیدن. این چیه؟ میگه که زبون فارسی رو این یاد گرفته. خب میگه که میتونیم بگیم که اون زبون فارسی یاد گرفته، خیلی خوبه، مثلا ازش تشکر کن. یا میگه اون داره با این کار سعی میکنه که یه خورده برای خوش افتخار به دست بیاره که من که باش کم میکنه، چه 150 پرستیژ میده، ولی خب باش یه خورده رابطه‌مون به هم میریزه که ما اصلا رابطه‌مون با این مهم نیست. یه ارمنی مسلمون مثلا چیزی نداریم، از رابطه‌مون به هم میریزیم، 150 تا پرستیژ رو میگیریم. خب الان اتفاقی که افتاده، پادشاهی گرجستان، گرجیا به ما حمله کرده. میگن که میگه تو ده abhorrent تبرستان رستم. میگه یه نامه به رستم تبرستانی چی بهش میگن؟ کلمه درستش اگه بتونم پیدا کنم، میگه که بیخرد یا مثلا احمقه توینی داره میکنه. میگه که your weekends have gone unpunished so far, like that changed today for I have to deliver the Allah have a mercy for you. میگه یه سری کارایی کردی که بدون پانیشمنت، یعنی بدون هیچ جوابی هم مسلمونا، جواب یعنی خیلی محکمی از مسلمونان، یه مدت کار خودت کردی. الان ببینیم یه تازی ارمنی میتونه چیکار کنه اینجا. یه ذره فکر کنم کاری بتونه انجام بده. ما اینجا برای اینکه یه ذره تعداد ارتش زیاده، 3500 تا، چند تا مرسنری استخدام میکنیم، 773 تا کماندارن فقط. پاکمن چی؟ پاکمن خوبه برای اینجا. خب این هم یه چند تا 760 تا مزدور اینجا ما استخدام میکنیم. خب اینجا میخواد به ما حمله کنه، ولی خب ما ببینیم میتونیم دفاع کنیم از خودمون، باید بتونیم. خب 29 تا ما اینجا ادوانتیج داریم نسبت به اون و خب 100% این جنگ راحت ما پیروز میشیم. جای رو نمیخوام ازش بگیرم، صرفا میخوام دفاع کنم، چون تعداد سربازان به اون یه خورده کمه نسبت سربازان. اون تایتلش پادشاهیه، داره به ما حمله میکنه. خب اینجا ویکتوری که گرفتیم، دیتیلش رو ببینیم. خب
فقط اسوارمون 285 نفر از اونا رو کشتن، 1 نفر اسوارمون مرده. آمار خیلی خوبیه. 157 تا پرستیج، 50 تا دیووشن یا همون امتیاز دینی. خب اینجا ما میمونیم راحت توی کوهستانای، توی ارگ کجا؟ ارگ احار اینجا میمونیم و رینبو مارتین، کوهستانای چی؟ کوهستان رنگی کمانی. اینجا توی واقعیت همین کوهستان رنگش همین جوریه. خیلی خوبه این جزئیات رو رعایت کردن. خب دوباره داره میاد، دوباره میوازه این، چون ما خیلی ادوانتیج زیادی داریم نسبت بهش. دوستان کلن این چیه؟ شروین هاجی، شروین مرد. اوه 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 چی بد شد که شروین مرد و ولیعهدمون شد این یه خورده تریتد، پرسونال تریتش بده. اینم میشه حسن قرین زاده، میشه نومون که بعد از ما قرار حکومت کنه که عباس هم هست. اینا تریتد بدی. اینم اوه حاجی همشون یه مشکلی دارن. خیلی خیلی بد شد، خیلی واقعا بد شد اینجا. نمیدونم چرا مرد. خب نه ما میگیریم به زودی زود این پسرمون قرین، مرزبان قرین چیز میشه، پلیر هایرمون میشه و خب یه کارش میکنیم دیگه. خب اینجا ما همچنان دفاع میکنیم. خب تو رو از این میکنیم، تو رو هم یه نفر دیگه میذاریم همونجا باشه. باز اینم میذاریم. اوکی. خب دوباره داره میاد. از اینجا داره میاد. تموم شد، جنگو بردیم. خب اون بعد 500 بعد غرامت بهمون بده، به خاطر که تو جنگی که به عنوان اتکر بوده ما دیفندر بودیم اون میبازه. 516 تا پول باید به ما بده و 200 تا مشروعیت میگیریم، 200 تا پرستیژ و 100 تا امتیاز دینی. خیلی خوبه. فقط باید یه فکری به حال چیز بکنیم. اینجا فکر کنم میتونم دیگه کینگدام میتونم تاج پادشاهی رو به سر بذاریم، تاج پادشاهی دیلم. خب اینجا خودمون رو پادشاه اعلام میکنیم. خیلی خوب. اینجا میگه که آقا تاجگذاری رو بیا انجام بده. میگه تاجگذاری همین به زودی زود باید انجام بشه. این میگه که میریم توی رویال کورت، حالا بذار فعلا ببینن شاهشونو و میگه فعلا چیزای دیگه توی اولویت من هست. خب ما میریم میگیم let them see their new شاه و اینو میزنیم. میریم توی حالا کارتمون یا همون دربارمون که اینجا هولد کارتو که بزنیم یه سری واسالامون، یه سری حالا شهردارای محلی یا مثلا شهردارای، یا بهتون بگم پادشاه محلی، یه سری کنتای محلی میان آقا یه سری مطالبات از ما دارن، یه سری درخواستا دارن، ما درخواستاشون گوش بدیم. خب این کیه؟ این یه دونه رعیت کس خاصی نیست و داره میگه که rightful peasant estural clause before the step before is all back of link your highness I'm come from Pudupstan automatic great import his Abraham you see your highness mission wife no updated voice right she want and got the old Miller Beach pass It's pride and enjoy tears laughing چرت و پرت حقیقتا میگه نمیدونم. یه زنی رو دیدم داشت گریه میکرد فلان از این صحبت ها. میگه این میتونیم بگیم تو یه احمق من با ما دلغک استخدامش کنیم. میگه که what who did this man get in anyone فلان.
استوارتون همینو میزنیم چون که خورده طولانی آیسی مایسان. خب پسرمون اومده. هرمزد میگه که از این temporal your highness I cannot abuse your tolerance it's like fresh of the real even my nullity. هرمزد may demand plain Daylam shall be land of the faithful out these Ashrayans dogs. میگه که چیز کنین، میگه یه دونه مسجده میخوام خرابش کنم و تمام مسلمونا رو بیرون کنیم و از این جور چیزا و میتونیم چند تا چیز داریم. میگه judgment their quality not their beliefs و میگه you are right معرب must convert. میگه دینشون تغییر بدیم فلان. خب اینجا ولی خب میگیم all faith welcome ما شهدام که نیست واقعا. judgment به their quality their beliefs میگه که مردم رو با چیزشون ببین، با کوالیتیشون، با کیفیتشون ببین، نه با چیزایی که باور دارن. درسته که این استرس به ما میده ولی خب میگیم you are right تو درست میگی، باید همشون از مسلمونی در بیان. و خب این میگه nonsense right. میگه این چیزه، این نمیدونم این معبدمون اومده میگه که این باید دینش بشه زرتشتی و توی تبریز زندگی میکنه و خب اینو کنترل بهمون میده، درد بهمون میده، امتیاز دینی میده. خب اینو میزنیم. خب میگه my business is done. خب اینم از اینجا. خب اینجا همونطور که میبینید پادشاه ساسانی. اینجا بذار من رنگش رو چنج بدم بتونیم همون رنگ حالا پادشاهی ساسانی استفاده کنیم، بنفش. خب اینم از رنگ بنفش اینجا. خب دوستان خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. اگه خوشتون اومد از این محتوا لایک، کامنت، سابسکرایب رو فراموش نکنید. توی این پارت تونستیم که حالا پادشاهی دیلم و تایتلش رو بسازیم و همون پادشاهی ساسانی رو از طبرستان دوباره شروع کنیم. مرزمون رو خیلی گسترش دادیم و فکر کنم دیگه آخرای زندگی رستمه، کم کم داره میشه 66 سالش هست و هلستریت های زیادی داره و خب خیلی عمرش به دنیا نیست. همین، خیلی خوشحال شدم تا اینجا همراه من بودید. تا پارت بعدی فعلا خدا نگهدار.